گیتی کاظمپور هستم. بریم که با هم یه مسقطی شیرازی درست کنیم. برای درست کردن مسقطی شیرازی اول باید نشاسته گلمون رو داخل یک کاسه مناسب بریزیم و بعد روی اون حدود 5-6 لیوان آب بریزیم. هم بزنیم و بعد بذاریم حدوداً 10 دقیقه استراحت کنه تا هم نشاسته نرم بشه و همین که کاملا داخل آب حل بشه. بعد از اینکه نشاسته گلمون داخل آب حل شد باید از صافی ردش کنیم. مخلوط نشاسته آب رو روی حرارت ملایم میذاریم و مدام هم میذاریم تا کمی غلیظ بشه. 3-4 تا دونه هل رو از وسط دونیم میکنیم و داخل یه ظرف کوچیک میندازیم، روش آب جوش میریزیم و دربشو میذاریم و اجازه میدیم که دم بکشه. داخل قوری زعفرون هم زعفرون به میزان لازم میریزیم و میذاریم دم بکشه. بعد از اینکه کمی غلیظ شد شکر، گلاب و خلال بادام رو اضافه میکنیم. و میذاریم کاملا غلیظ بشه. شکر که حل شد عصاره هل و زعفرون رو هم اضافه میکنیم. بعد از اینکه کمی غلیظتر شد بهش کره رو اضافه میکنیم. اگر که از روغن جامد استفاده میکنیم باید حتما روغن جامد رو ذوب کنیم. خب به این مرحله که رسید احساس کردیم که از این کناره ها دیگه داره جدا میشه موادمون و خط قاشق میمونه روی مواد، دیگه کافیه و انتقال میدیم به ظرفی که میخوایم مسقطی رو برش بدیم. خب یه ظرف مناسبی رو که بهتر مستطیل باشه چربش میکنیم، یه مقداری کفش رو و دیواره هاشو چرب میکنیم و بلافاصله موادمون رو همونطور که داغه به ظرف انتقال میدیم. سرعت عمل اینجا خیلی مهمه که سریع رو انتقال بدیم به ظرفمون و بعد میذاریم خنک بشه و بعد برشش میدیم. روش رو صاف میکنیم. بعد از اینکه مسقطیمون سرد شد هم میتونیم داخل همین ظرف برش بزنیم، هم میتونیم از ظرف خارج کنیم و برش‌های لوزی بزنیم. خب شروع میکنیم به برش زدن. برای برش زدن بهتره که چاقو رو مرطوب کنیم یا اینکه کمی چربش کنیم. خب مسقطی شیرازی ما آماده است. امیدوارم با درست کردنش شب یلدای قشنگی رو کنار عزیزانتون داشته باشید.